حکم‌الدین نجمیدینوف ساکنی دهه نیسکان و پدر نورس جبر دیده روز 13 اوگوست بر رادیوی آزادی گفت که حادثه در ماه می رخ داده است و معلم پسرش را بعد از جنجال او با یک همسنفش سرزنش و به قول وی نفس گیر کرده است. در ویدیوی صحنه حادثه در داخل صنف دیده می شود که آموزگار از هر دو بری روی خواننده گرفته تکان می دهد و می گوید که چگونه باید پس میز درسی درست نشیند. پس از حادثه نورس را هم دیدن ممکن است که روی زمین نشسته قفس سینه‌اش را می دارد و زود زود نفس می گیرد. دادستانی ناحیه رودکی در نامه رسمی به حکم‌الدین نجمیدینوف گفته است که در حرکت‌های آموزگار سید اکبر بخشالله علامت‌های حقوق ویرانکنی مأموری جای دارد. در حکم دادگاه ناحیه رودکی آمده است با نظرداشت آنکه سید اکبر بخشالله به گناهش اقرار کرد و از رفتارش پشیمان شد و 2 طفل خردسال دارد، او را 1500 سومانی جریمه بستند. نظر خود آموزگار تاجیک به حکم معلوم نیست، ولی پدر نورس گفت که سید اکبر بخشالله عین سخنان را ضمن محاکمه تکرار کرده است. حکم‌الدین نجمیدینوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و میخواهد که آموزگار به جوابگری جنایی کشیده شود. در تاجیکستان بر اساس قانون زورآوری به خوانندگان و کودکان منع است، اما در گذشته چندین معلم را با گناه بدرفتاری با شاگردانشان جزا دادند. در عین زمان معلمان تاجیک از کجرفتاری شاگردان و بی‌اعتنایی آنها به درس و بی‌پروایی والدان نسبت به تعلیم و تحصیل فرزندانشان شکایت می‌کنند.